اصلی وطن میں جنتیں پرچہ ہزار نعمتیں نیک بات حمود راحتیں جنت سراسر رحمتیں نیک بات حمود راحت سراسر رحمتیں بونگیج گن اللہ ہے میروان و بخشو کے نامہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز گل چاروکان و شاتب بوتی جندے پریام بلوچیا کے افغانستان ملی گوش گندا پشماشن کو تالا نبید راز کشما گندے مروچی بے نمروز شارداری ریاست تا تانت ولوٹن کے مروچی مشما پریاما ریاست شارداری ابارو و گوشما یکجا دیما برن امیدارن کتاگور سرائی پریاما گنما ہمراہ بید عزیز گندو کان راز کشما گندے گویا شاروان دا قرار گفتگان نمروز شاره تا ولوٹن سے کنن که نمروز شارداری ابارو و چی یک گشتنی و پټو پولیدند مشماره که آیا نمروز شهرداری تا په تلاش کرتگی چی تغییری و تبدیلی و تا گندند کوما همراه باید واجه جان و شاتگبی و ترا پما وزی زنگندو کان درستی کنه باز و شاله بید عبدالقادر خانی استون یک شهروند ولایت نمروز استون براز دیگه تشکر شما که ما را لوٹتا تو شما درخواست کرتید که ما شهرداری سعی کنن چی خدمت کرتا پما دیگه اما واقعا شهردار و شهرداری کارمند و شیشان باز راضیان دیگه فعلا کار ادامه داری تو کار کن تو زب فعالیت کن فعلا دیگه میں درخواست شهروال همیشه هستن که پما فضای سبز جوڑ کن پما پارک جوڑ کن پی جوانان پیشان یک سرگرمی بید دیگه خدا را شکر فعلا که فعالیت زبرن تا دیگه انو داری سڑک کا پا مشما جوڑا کن تا میں مرزه عشرہ دیگه فعلا فعالیت تکن شکر ما راضی ان تو دیگه میں درخواست شهروال همیشن تا که همه صفایی همیشان که شما مردمان جمع کن تو شیشان چیه کن بیشان سراید پاو کوچو بیشان اتنایم کن شا وقت که امارات اسلامی آتا آیا شهروالی فعالیت گشته رو تگن چه تغییری و تبدیلی ود به مشاهره تا گندید خدا را شکر اما دستان شا وقت که امارات اسلامی آتا فعالیت بازو تا تمام شهر چراغانو تا لامپش تا بلوار جوڑو تان سڑک کان جای که خراب تان جادا نشان جوڑش کرتا دیگه شکر فعالیت تو تا چیزی که بوتا مسلمان باید گوشی لالا جان دیگه فعلا هم کار ادامه داری تو کار بید نمروز ولایت سراو بعض ما درخواست شهروالا کنن تو همه تقاضا دارن که پیش شهرات چه توان خدمت کن چون 20 سالی شهر که هستی یک شهر بوده که آقا مانده بوده کسی بیشی توجه نکرده براز اما هیچ چی ندارند یک سرسبزی ندارند یک هیچ ندارند جوان تمام گنو کن پا یک سرسبزی یک خانواده چیزی که یک ساعت گوتی زاگان گوشان در بی برو یک ساعت یک سرسبزی دیگه ولایت نگنده تمام سرسبزن تو زب فعالیت تان اما درخواست شهروال همیشن تک پما فضای سبز جوڑ کن خدمت بی نمروز کن منتوارن ششمال صاحب چون نمروز فضای سبز که اگه دارید کجا هستند چون هستند تا یهود تبلیغای فضاگان جور کرده یک 2-3 سالی بی که پارک بازی مثلا مشمان دارن چون تو دمشته سر جته تا یا خوب فضاگان زبرن تا همیشم که جوڑو تا باز همه گوندو همه سرگرمن تو خوشحالن که همه شهر ترنگه پارک بعض هم شهروالا مقام بالا شان درخواست کنن که نمروز دیگر زمینه باز دارید توانم بهترین پارکان دا جوڑ کنم بهترین فضای سرسبز جوڑ کنم آپ مشما شک بند دارم به نام بند کمال خان که شی بنده پجوانی استفاده بید تمام نمروز سرسبز بید تو چیه بید آن موات ما جال لالا دیگر یک گفتنی ما دارن که شیخ منی توارم بیایی اتمام برسنه که ما نمروز تا دارن 2 کانال یک کانال نار لشکری یک کانال خوابگاه مواد دیگر داریم ملک داریم سر باغ جوڑ کرتا مجھ چیزا به ما چتنای نبوتا میں کانالا کسی کاری نکرتا میں تمامی چیزوش کتن انو امادم ما سربند دارن میں خواهش امارات اسلامی شرابرا همیشن تکی پما همی کانالا و همیشان پما کار کند اما ماجر بدگه کشوران ما بینی براس وقتی جنده ملکه تامی داوتی غریبی و همیشان کنند دیگه نی درخواست میشتن واجه جان منتوار ششما خیر گندت که وقتی قیمتی وقتا به ما داته تو ہمارا سرپدی و پټو پولی داته به شهرداری پرسونل و کاری که کنن تو پی بارو
زندک به تشکر ششما و ششمه همکار و تلویزیون ملیه که ما اذا چند وقت چند دقیقه ما لوٹیتت که ما بردیم خوشحالتان. عزیز گندوکان رازق شما گندید به شهرداری ریاست هستند تو گناهی باغوانا سر وارتگن تو لوٹند که گناهی پچوپولی کنند که ماشاءالله یک جوانیم فضای سبزین جور کرتگی تو زحمت بازین کشتگید گنما گوم بید که ایشی راز که بی کم ماپیا بی مشکلات امروز تا ماشاءالله رنگین یک چمن و سبززارین جای و محیط جور کرتگید ایشی راز چین تو چونکا بوده و چه زحمت تو تلاش کشتگید واجه زبر منتنه به سلامت به واجه. واجه جان اگر بیت و ترا پما و عزیز گندوکان معرفی کنید که کی هستی تو چون مدت که به ریاست شهرداری تا کارکنو که و کار کنید. من محمد وزیر چخانسوری هستم. حدود 4 سال که به فضای سبز باغوان هستم. مثلا به همه شهروالی کارته به همه مشکلاتی که وجود کماپی ما دارن و اگر چای هم کار کنن آب شور انت بازم همه گلو چه که به ثمره نکاین زحمت ما به شهرت فعلا گو اجمالی صاحب باز زحمت کشتن نیال کارته سرک سازی انت جدول انت گل مول همیشه بهار شبوشان ما همیشه وقت مثلا فصل دونو کشت ما به من امروزی تا دارن که انشالله بازم به نتیجه رسان کم بشه. ولی منتها یک کم مشکلات همیشه است که ها ما باز خوشحالی انت کماپی دارن بمیشه ما یک کم مشکلات دارن و اگر نه که انشالله مچ نظر کوشش هم باز کنند گو امرای حاجی مولوی صاحب هر نیازی که داشتن برآورد کرده گوی کوشش هم انشالله به یک جای رسیده. عزیز واجه ایشان چرا کما پد چای اپند خریداری بیا یا نرکشی یا نه یا پی که ما ایشان پیشان کاران ما وقت آده برد شیلگ سر چا کار کنم به نالش چیت نالشکری تا و گوتانکرانی آپ ما که به جاگان سر بیت و افتاده تا مثلا داروش 15 روز سر یک پیرشان آفدن کود دن تا که پزامتی دا چه بی چون که این نمروز زمین که هستی گشتر آلت شورگی داری شورنتا گلو کشتو ایرنگین بیشی باز مشکلات انت که دا چی بی ولی گو زحمت و کوششی که حاجی مولوی صاحب و ما باغوانه کنن انشالله بازم کم و بیش کامیاب هستند تو کامیاب. واجه اگر بیت ما بگوشه که بی سبزه و چمن تا چون مدل درچ یا نهال نادینتگه تو هست اگر نام گره پا ما وشاله بی این رقم سندین که شده نمونه درخت گشتر هستی کمتر نه انت دا نمونه درخت فعلا مشروع همی باغچه تا دارند. شهروالی هستند ولایت نمروزه که گویسان الله چخانسوری به جاگیری هاشا شهروال صاحب گونوات دارند تو گناهی هم گپی کنند تو مشماره سرپدی هم به شهروالی کارو کنو کو پرسونلانی واسطه. واجه ایسان الله جان باز وشال هستند که بوتی کارگسا به ما وقت داته تو همارا لوٹته تو تیا منتوارن ششما. و علیکم السلام براس من تنویت شما زبرستت بخیر ما باز خوشحالم که مروچ اما در شهروالی تا شما را گود دارند اما من استیاتت غدام رنجا کرتید پا مایده دیگه سلام گرم تقدیم کیم پی مشمع گندو کن چارو کن که مشمع شهر تلویزیون ملی مشمع گندو کستا من نتوارن ششما سه به نمروز شهرداری کارکنو کو پرسونل عباره و سرپدی ده تو زرنج چند ناحیه دارید. زرنج شهروالی 173 نفر پرسونل دارید که زرنج شهروالی 4 ناحیه هم دارید به 4 ناحیه تاست یک ناحیه اول هستیم در مخرج تا ریاست شهروالی تاست ناحیه دو تذکره الکترونیکی پشت سر انتا دیگه ناحیه 3 و 4 اما شارک انصاری رو به رو انتا که دیم شارک انصاری که هستی ناحیه 3 گشتگی بی تو دیم برزایی که میدان هوایی خدیمه که تسبخین دیگه ناحیه 4 که به سمت بالا شهر که هستی مخرج شهروالی بینه مگموچ ناحیه اولین و دیم مسجد عربان و منطقه بالاتر که پایین مصوابات و بیت ناحیه دوم شهروالی گشتگی بیت. من نتوارن ششما سه
گو نظام اسلامی آتنا چی بدلی و تغییر دیستگه بید؟ شروع که انقلاب امارت اسلامی بودی در شهر و چاید و مشمع به شهرداری زرنگ دمتر فلجت هیچ چیزی نداشت. انو خدا را شکر تمام شهر مشمعش بلوار مچ بلوار جوروتان لامپ مشمع پای لامپ مچ ندن تبوتان کتاره جوروتان شلدر جوروتان اسفالتوتان مشمع بعض اینجا تمام شلاما کوشش و سه کوشش و رابری شهروالی تمام پرسنل شهروالی کوشش تا سه و تلاش شپروش دارند که به ملت تا به مردمان خدمت کنه پودم شهر. منت وارشش شما ریاست کجا هم جوانین کارانه پا نخرو قیمت واسطه دیما گفتگید؟ ریاست شهروالی زرنج به مدت ساله قبلا تا پاره مکمل نرخ قیمت گذاری مچ چیز کنترل شهری به شهروالی دستاد. یک سال دمتر به اساس حکم ریاست الوزراء با مکتوبیات که تمام به حساب اتکار و کنترل قیمت بازار یک کمیته ولایتی تشکیل که براسه تا ولایت مقام دستی منشی کمیته ریاست و صنعت و تجارت که تمام امورات به هماهنگی ریاست مچی هستند. یک کمیته ولایتی تشکیل تا به همایت مچی که همه نماینده هم به ایت حضور دارید دیگه و فعالیت آغاز کردن تا نرخ‌گذاری مچی طبق مطابق به این مدت یک سال بید که گواهان است. हमारा که دمتر گشتون که کمیته به نرخ قیمت درست تا یک کمیته مستهلکین هم کمیته ولایتی که مکمل در بخش اجناس تاریخ گذشته و به کیفیت تنشیه کن شان هم کمیته حقوق مستهلکین که به راس تا ولایت مقام استی و صنعت تجارت تا منشیگیری دارید تو ولایتی کمیته کرانده ما با نزدیک به یک سال بی که مچ چیز بیا وابستگی دارید به کمیته ولایتی اوای تمام یک نماینده است یک نفرش هم بیانت است. منت وارشش ما پا در و زر و پول کارکنگ واسطه چه همکوپگی و مدد گوندگه هداران کرتگید؟ الحمدلله در این بخش هم مشمع یک کمیته ولایتی دارند که به اسعار خارجی و تومان و کالدار ایشان به حساب بندو کن که ایشان بند هیچ اسعار خارجی در بازار تا باید مبید. دیگه متشکلش مچ ارگان هستند که شهروالی ایتا یک عضو تا اطلاعات و فرهنگ تا ولایت مقام نماینده استخبارات کماندانی ریاست برق مچن است که به حساب کمیته نظم توسعه قبلا نشان مچن یک سال دمتر کنیم سال دمتر مچن توسعه داده بود تا ابلاغیه داده بود تا مچ شهر ابلاغ بود که بعد به هیچ رازش اسعار خارجی همشما استفاده به معاملات انتما گرند دیگه انو به هیچ هر هفته گم دو بار کمیته ولایتی داره بید که همه نماینده هم گواهان است رود شهروالی است که هر دکان کسی که معامله گواسار خارجی انجام دند اوان دکان هم پلو مکند و تا وقت که پدا مطابق به طرز العمل است کمیته نظم شهری مدت یک هفته دکان است بسته بود تا که دوباره کسی شرایط شتومان و شیشان استفاده مکند. الحمدلله شروع که کمیته جوړ تا تومان و شکلدار هیچ استفاده یا نبید. لاتین سڑک के बेन इमरोज था आमगन अंचो शोलो सवालियानी रा शारे کرو پانا دا هم بعضی این جاگای هست که اسفالت نبودگی تو به آن توجه های صورت گفتگی بیباره و امر سرپدیدت باز وشاله به شهروالی زرنج مطابق پلان شهری خدمت رسانی کند و صاحب مشمل پلان شهری فیلم نوانت انشالله میسه و کوشش میشن که انشالله وانا توانند که به آن هم خدمت رسانی کنند. من نتوانم ششما نمروز شابیتی سرسبزی و پارکه باروا سرپدیدت که چی جود و تلاش و کوشش ته کرده گید زرنج شهروالی په شابیتی شهره سه و تلاش و تیا کرده و تجاران ملین تجاران هم تشویق کرده که به شابیتی و زیبایی شهره تا
سهم گرن که الحمدلله در می 2-3 ساله تا 6-7 فلکه مشما جور کردن. یک دروازه ورودی شهره انت که مشما پل ابریشم هستی دیگه، فلکه صرافیان فلکه هستی، کارگران فلکه هستی. مسجد گرد یا آدم پلان بران دارن که آدم پارک جور کنن پا تیم شهری اما چون درخواست داتا پیشنهاد داتا اما به امیرالمومنین حفظه الله که خوشبختانه اما پیشنهاد منظور تا فعلا تا مراحل تا که مشمع قدیمین میدان هوایی که اما ایرا مشماردن په پارکا که انشالله شهروالی بتوانید ایرا انشالله فعال کن تا خدمات درست و صحیح هم ارائه کنند. و دیمتر هم یک پارک داشتن، پارک ابریشم که سال قبل توجه نبودد، ایرا داتن به سکتور خصوصی الحمدلله هنو فعالند. منت وارن ششما. به امارات اسلامی وقتا چین کا سڑک بشاره تا جوڑ بودگند. پی بارا گمارا معلومات دید سرپدی دید باز وشاله بن ششما. شهروالی زرنج کوشش و تیا کرته چون ساله تا که خدمت رسانه درستی به مردم انتوانی بکند 1.5 کیلومتر مشمع اسفالت کردن که استخبارات رو بیرو و کافروشی کوچات ایرا و داغگیری و لکهگیری 4 کیلومتر داغگیری مشمع داشتن و 7.5 کیلومتر هم مشمع شلدر داشتن به سطح شهری تا که مشمع انجامتن و کتاره هم مشمع جور کردن، کتاران پروژه بودتا، بلوار جور کردن، لامپ بودن دیگه شنریزی بودتا به چهارنواهی انتا. انشالله ما کوشش و سعی و تلاش کردن که خدمت رسانه که مردمان خدمت توانم کنم. ششپینی مگا زرنج شهر روشنا و برادرند و زرنج نندوک باز وشنودند بله 60 متره سڑک روشنایی ندارید پچی واسطه پی بارا گمارا پتوپولی دید باز وشاله بن ششما. شهروالی در بخش روشنایی و تسعه و کوشش کرده تا پلان شهری تا چراغ ندین تا پایان ندین تا گوتو همکاری گوتو جار ملیان که همکاری کردن در این بخش و 60 متره موضوع که از 60 متره موضوع و ما که چون مکتوب دادن به مرکز ریاست عمومی انسجام شهروالی هم مکتوب تا ما گوشته بود تا نوعی کم 100% کار تکمیل نبود که هر وقت که تکمیل بی انشالله که تکمیل انشالله به اما رسما به اما تحویل داده بید تا هر وقت که به اما تحویل داده بید انشالله ما ریاست شهروالی زرنج در بخش و تیسه و کوشش کنند. منت وارن ششما صاحب. آیا پا دست پروش و گاڑی والان جای تعیین کرتید یا نپی بارا گمارا سرپدی دید باز وشاله بن ششما؟ بله شهروالی پا دست فروشان 160 تانه دکه جور کرده که آوان جابجا کرده و در بخش گادیان هم ما در نظر گرفتن آوان هم جابجا کردن یک جایش دیگر انت پروژه و یکی دیگه هم 60 متره پانادن تا دیم به تذکره الکترونیکی آدم جابجا کردن و خواهش هم میشن که دیگه که هر کسی دیگه چیزی که دوتی فعال کند یا گاڑی کار را پرینید بیت انشالله اما در خدمت آوان آمدن ماجه آمده اند. منت وارن ششما. پریام بگرد سر رستگید صاحب اگر پیغام چیزی داشته به پا زرنج استمان و مردمان توانه که پیش کنه. میامی خواهش انش مردمان دین دوست مردمان نمروزیه که در بخش مشمل تنظیفات بخش تا همکار بید بخش نظافت تا باز مراعات کنند انش اشغال چیزی بید کوچه تا جای مرد جریان بلی اما شماره شکایتی دارم 24 ساعت فعال انتام واتساپ هم تلفنی زنگی در بخش سرسبزی هم کار بیان تمام بخشان هم کشاپان جلوگیری کنیم سرای اپان به اسپارتن سرامرشه که موچی تکنیکین ضررن که بهش اسپارت و بهش مشاره رسین تایی بید
و که بخش صفایی و صفایی هنگسانی به موقع پرداخت کنن هر وقته که ای شهر جوړ انتگام مردمان پولا گامی صفایی و گامی جوازو و میشان جوړ انتشلا متوانند به ملت تا پوت مردمان خدمت کنند و همیشه شهروالی همراه و همگام بید. منتواران ششمه جوانین و وشرین سرپدی اداتنا عزیزین گندوکان رازق شما گندت پریام بگور سرا رستگید منتواران ششمه که تایید مکترا گونم ما همراه آتید تا دیگر پریام از موکل لوٹین اللہ پاکش میں ساتھ ہوگید.